الان با یه سایتی کسب درآمد دلاری دیگه در خدمت شما هستیم. اینجا ایمیل، اینجا پسورد، تکرار پسورد. اگه این کدم وارد بکنید $30 بهتون هدیه میده. اینجا به شما تلگرامی همجوری الکی وارد کردید اوکی و در روی ریجیستر کلیک میکنید. خب من الان اکانت ساختم و وارد این سایت میشم. آدم اول یه سری توضیحات راجع به پلن درآمدزایی این سایت میده که میتونید مطالعه کنید و این قسمت اگر شما برید میبینید که الان قسمت هومو که بزنیم اینجا این پایین میتونید کپی کنید و دیگه از این مجموعتون بدید. این قسمت هم پشتیبانیشون هستش و این قسمت هم ریشارژه که میتونید به این طریق پول وارد این سایت بکنید. کپی رو میزنید برید اینجا داخل اسفلت و اینجا USDT رو باید انتخاب بکنید. USDT سنت آدرس پیس میکنید مثلا میزنید $9 و اینجا کانتینیو میزنید و پول وارد سایت میشه و در نهایت رو سابمیت میزنید. خب اینجا قسمت مای تیمتون هستش که میتونید ببینید و اینجا بشکه‌های نفتی که خریدید و روزانه میتونید برداشت کنید که اصلا شما اعتماد نکنید به این سایت ها. و الان من این قسمت رو اولی رو میزنم و یه بشکه نفت میخرم و میگه که روزانه خب یه درآمدی داریم. الان قسمت میزنم ببینید که از اینجا تبدیل شد به اینجا. خب و الان تو بالانستون $3 هستش و میتونید $3 رو برداشت بکنید. خب الان من میام ویدرو میزنم میگه که آدرس والت بده. من میام آدرس والت رو میارم اینجا نوبیتکس USDT TRC20 حتما باشه، اینو در نظر داشته باشید. USDT واریس TRC20 آدرستون رو کپی میکنید و اینجا یه پسورد باید اینجا انجام بدید، پسورد لاگین و پسورد برداشت. اینجا یه پسورد لاگین رو میزدم، 2 تا پسورد انتخاب کردم برای پسورد برداشتم و روی سیو کلیک میکنم. خب اینجا ثبت میشه. الان میگه که آدرس والت رو دادم ثبت کن. خب تو والت رو میزنم اینجا میگه USDT TRC20 و آدرس رو میزنم، پسورد برداشتم رو میزنم و در نهایت روی ثبت کلیک میکنم. خب آدرس من ذخیره شد و الان برمیگردم میگه چقدر میخوای برداشت کنیم، میگم $3. اینجا پسورد برداشت رو میزنم. خب روی ویدرو ناو کلیک میکنم. ببینید برداشت من انجام شد و روزانه میتونید این مقدار برداشت کنید ولی اصلا به این سایت اعتماد نکنید، از ما گفتم. خب میام داخل نوتکس ببینم واریز انجام میشه یا نه. خب اینجا واریز میبینید که برای من واریزش انجام شد ولی شما اصلا اعتماد نکنید. تا ویدیو آینده در پناه حق.